همداران عزیز سلام علیکم. امروز 12 مای سال 2025 قرار داریم در شهر بستانی ایسفره در یکی از باغ‌های جوانی که زردالو باغ‌های نهایت جوان برادرمان منوچهر آباد کرده است. در بالای چند گکتار منوچهر جان؟ 30 گکتار. در بالای 30 گکتار زمین باغ زردالو داره آباد کرد. این چی نوع زردالو است؟ زردالوی 4 نوع ما زردالو کردیم. زردالوی شیشه خرمایی، زردالوی مچالکا، ابریکوس، قروتاک. همش جایداری زردالو خودمان. جایداری زردالو خودمان. با باغی خودمان. با باغی خودمان. اینا با مقصد خوش کردن. خوش کردم. شما شرایط خوش کردگیش فروختن دارید آخی؟ ها ان شاء الله. ما در شهر فدراسیون روسیه ان شاء الله نیاتی فروختن داریم. بسیار نقص. اینجا چند گکتار؟ حاضر اینجا 30 گکتار. 30 گکتار. بسیار نقص. این چند ساله؟ این درخت ها 2 سال پر شد، سال 3 برفت. 2 سال پر شد، سال 3 رفت شده. سال 3 رفت. بستگی میاله که یعنی؟ کم کم. بستگی. کنی یکم بستگیش نشون دید؟ نه اینجا. تاگه باگ بده همش. همین بستگی. همین خیلی. بستگی بود است. بستگی بود است. اینه با کدام راه آب میتید شما؟ اینو همش 60 متر یکی زدیلیشکه موندگی. через شلنگ همش زدیلیشکی بخش آب میتید میگه. آب اتاق زمین زده برآوردید می؟ از 3 کیلومتر پایین هم سکاوژوم است، هم کانال است در همون جنب. از 3 کیلومتر گرفته برآمده. این زمین سنگلاخ همش ها؟ زمین سنگلاخ بود، آباد کردیم. این پیش یکم مرتبه استفاده برده نبود در حیاتش. این نه زمینی ما بود. بیکار خوابیده بود. چند گکتار گفتید؟ 30 گکتار. 30 گکتار. آفرین به شما منوچهر که اینقدر آباد کردید، اینقدر وطن رو یا گوشه وطن رو 30 گکتار باغ. این با گفتن راستم هر کس نمیتوند اینا، هر کس هم نمیتوند این کار رو. این رو کاری آدم میتوند که وطن دوست میباشد. چون که این منوچهر دادر ما فایده میبیارد، بعد 5-6 سال فایده کلان میبیارد. ببینید که پول رو آورده در همین جا همین آبادی رو کرده است. نگاه نکرده است که این چقدر پولی کلان رسخود میشود، پولی کلان صرف میشود. لیکن با این نگاه نکرده اینقدر آبادی ها کرده است. همدیاران عزیز ببینید میشود همه ما اگر هم کل حرکت کنیم با مانند منوچهر، هم کل حرکت کنیم همش آباد میشود. من زردالوش من در بهره در اومدگی این چی زردالو؟ زردالو قروتاک. قروتاک این با مزه می؟ سرش با قاق میشه. سرش با قاق میشه؟ درخت با قاق میشه. بلو درخت با قاق میشه است. همداران عزیز از یکدیگر باید عبرت گیریم. تحصیل با یکدیگر کنیم و باغ‌ها آباد کنیم. تاجیکستان تا وطن صنعتی میشد خیلی وقت است. برای مملکت کشاورزی شدنش هر چی تیزتر شده میتوانیم. البته صنعتی نقصر است، صنعتی درآمدش بسیار است، لیکن باز ما الان زمین های بیکار خوابیده بسیار داریم که میتوانیم همین زمین ها را آباد کنیم. همکاری زمین های بیکار خوابیده اگر که دلخواه شما پیش کدام رئیسی نباشد روید، اگر رئیس ناحیه می رئیس ولایت شما رو دستگیری میکنه، چون که زمین یک عمر بیکار خوابیده است و به شما میدهد که شما هم خیلی آباد کنید. همدیاران عزیز من دیدید باغ‌های بهترین ایسفره را حالی با من بود دیگر باغ‌های پیسته‌اش میروم. خدا خواهد من این حرکت های منوچهر یک جوان تشکر به منوچهر که همینقدر مبلغی که در روسیه کار میکنن از روسیه گرفته آورده وطن را آباد کرده سودن. هر کس این خیل گرده و غیرت کرده نمیتواند که پول نختش را گیرد و در زمین صرف کرده آباد کند وطن را با مقصدی که در آینده از این باغ‌ها فایده کلان میگیرد، خشک میکند، خشک میوه میکند، میبرد میفروشد. همداران عزیز در پناه خدا باشید. من چی گفتنی داشتگی باشید با این شخصی آبادکار سخنهایتان رو بگید. در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما باشد. اگر کدامی تماشا کند و پتپیسات کردگی نباشد در گروه پتپیسات کنید، چون که نوارهای بسیار در پیش است.